منظره های زیبای شهر اصفهان، جماعت دهات خاناباد و دهه عربشلاق وارد گشته ایستادیم. دوستان عزیز، آبونچیان گروه یوتیوب کانال اصفهان پرو، گروه های اصفهان در شبکه اجتماعی وکانتاکت و فیسبوک، با تگمچه لایک و پدیلیتسا ما را روح بلند کنید تا ما نوارهای بیشتر و جالب را به شما پیشنهاد کرده باشیم. این زمان برای نوارگیری و دهات بلند شهر اصفهان که این زمان با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر اصفهان و با دستگیری صاحبکاران سخاوتمند و خیرخواه منفرش یعنی اسفالت پوش کرده ایستاده است، برای نوار برداری رفته ایستادیم. بگذار خداوند کریم صف شخصان خیرخواه را زیاد گرداند، شخصان وطن را بگذار وطنمان آباد شود و همین همه تنسیت و خانه آباد باشند. مردم به کار اسیبار هستند. هوا امروز به نهایت زیبا است، تازه، گرم، آفتابی. به دهه بلند خوش آمدید. وقتی انسان وارد دهه میگردد چشمش منور میگردد، قلبش شاد میگردد، چون در اینجا مردمان یک دستکشا، مردمانی که قلبشان پاک است، مردمان مهنتکش، مردمان سربلند زندگانی میکنند. از صبح صالحان تا شام مردم در زمین های خود کار میکنند. خیلی که میبینید دو اطراف راه کبوتزار است، یعنی زمین های کشت و کار. هوا بین تازه است. مکتب چولیک بچه دهاتی گاوش را به سری زمین میبرد. ما باشیم رستگاریم از سوی مزار. امروز به مناسبت آبادی دیار، آبادی وطن، مردم قربانی کرده ایستادن، یعنی خدایی گوسفند ذبح کرده آش آماده کرده ایستادن. خداشان بالا بسوری از بگیری و پایین برفتم از اکسان بودو خیلی خوب است. خانوزه باشه که ناصر جان اینه نیست بشه میگه همیشه آنلاین آیلند این مول میشه 15 کیلو باشه که چرا شد زیر مایده کنم
Göçte canlı ya. Göçte canlı mı böyle? من بابای قابل جان استقامت کننده دهه برند جماعت خانباد خیلی منت دارم از خلق خانباد از خلق دهه بلند از رئیس شهر با دستگیری رئیس شهر من کوچه ها اسفالت ساخت خدا به شکر این هم یک آبادی قشلاق رحمت همین کی همین کار ارگنزت کرده باشن و کی همین کار سر کرده باشن کی سهم گذار باشد الهیم آرزو عوضاشان به خدا بیشکست ریخ رسانه زنده باشید، سربلند باشید. Rahmet kalan şu oldu. حیات باشه خدا تا من یک جای گوهنداروی من چکم زدی آلوقش کرم میگیرید آخه یک جان نمیشتی بیت زنه که بحث آدم باید چک زدن گرفت آخر یک جان نمیشتی آخه این لبه میدوید این لبه میدوید نبیادی و اشکمت یک کنم شد یکی من قابلدار هم نخوری چون کنی السلام علیکم. سلام علیکم. آمده نشه احمد. سلام علیکم. آقا نازو شما درست می؟ مردم دهه به نهایت خرسند هستند چون راهشان اسفالت پوش شده ایستاده است. همه خرد و کلان در سری کارند.
حکومت شهر جماعت سردارانی محله ها راهی یک کچینار بلند نفتاباد 3 مرحله این دوم مرحلهش اسفالت پوش کرده ایستاده است. یکی امروز پگاه خدا اگر خواهد اینجا با آخر میرسد. یکی این مره نه حالی با دوامش تا ما مره آخرین این نفتاباد ما تا نفتاباد رساندن ما در کار اندکش مانده است. این حاضر 4 کیلومتر 5 کیلومتر راه شد 2 کیلومتر مانده است. یکی اینجا با همکاری البته جماعت خاناباد و جماعت شهرک نفتاباد محله های بلد و یکچینا نفتاباد اگر یک جای شده اینها همین کار با دست دارن هیچ گپ نه. من اولی کار واهمانک بود. یکی کار سر کرده بودن که علاقه همه و من از طرفی حکومت شهر دیروز برای مکتوب سازی شده معاون اولشان فضل الله پرویز جان آمدن کار به افتتاح کردن. من بچه های غیرتشان دوچند کردن. ما همین کار دوام داده ایستاده تا شهرک نفتاباد بردن ما در کار آخر برساندن ما در کار. البته ما چه خرد و چه بزرگ همه دستگیری سیاستی امروزی پرزیدنت ما با شعار آبادکاری و سازندگی پیشه مردمی تاجیک است عمل کردن ما در کار است. خب البته ما هر کدام آدمی که مبلغ کتیمی و فکرش کتیمی قوت دلش کتیمی دستگیری کرد این کاره ما سخنهای نقص کتی مسئولیتی نقص کتی همه آنهای ما از خدا طلب میکنیم که اجرش خودش بیاد. من بچه ها از روسیه ایستاده از در مهاجرت خونوک و گرم نگفته کار کرده مبلغی همین با کیفای خرید فرستادن هم با حالش هم گذاشته هم اساسا از طرف مهاجران مهنتی ما نسل دستگیری کرده شد. و اگر ما این مراجعت نامه قبول کنیم اگر یک جای با حکومت شهر و جماعت شهر کنی نفتاباد همین مراجعت نامه اگر واها بگسیل کنیم این 2 کیلومتر راه هم واها دستگیری میکنن هیچ گم نه. این طرفداری آبادی محله همهاشون تلفن کرده پرسیان. البته خداوند دولتشان زیاده گرداند رزقشان و عمرشان برکت عطا کند از بالای آفت‌ها همیشه در پناه کرده. آمین یا رب. چخیلی که میبینید راه علاقه اسفالت پوش شده است. بنیاد راهی زیبا هموار دهه بلد طبیعتی ناتکراری دارد. ما YouTube канале Сфера Про, Facebook, контакты.
زشتن گرید زیمان آمد چرا با آزی شدن ها شاید تیت چی جان آمین. فیض و برکات عطا فرماید خیرات به درگاهش قبول فرماید گذشتگان رحمت و شایسته لایق جنت بگرداند اهل دیه سرجم گرداند کارهای نیک بر دوام گرداند و صلی الله علی خیر خلقه خیلی عبابین بگیرید تو همین نردونی افسون غفر الله لك والوالديك هذا نصيحتنا ایماندان به سلامت ای سلامت بلادی همین کارتون شاطرم الان بلوز خاص کنم اما بالا بوریتا ما میتیم این بالا بوریتا بود گوشت من اینجا بالا بیا بیا چه درستی خوشه اینجا خدمت مردم حال باشم دکتر باشه ایلیگدار نکریده مردان راه سودا محترم رئیسان که در اینجا حضور دارند بر این دستورخوان خیر اکا بختیار جان همتون خیر مقدم میگوییم خداوند اکا بختیار جان چی نیت‌های نیکی دینی دنیوی دارایشان برآورده خیر بگرداند فرزندهای صالح فرزندانشان را بر کمال رسان نبیره‌های در راه اسلام هدایت کند
همه ما همین خیل سهم گذار گرداند که به نهایت اقدام نیک شد. این یک واقعی تاریخی که بود. دهه بلند بهترین هدی رسول الله صلی الله علیه و سلم است که در حدیثی شکربارشان میگویند اذا مات بنو آدم انقطع علیه عنه عمله الا فی ثلاث. وقتی که میفوتد فرزند آدم جمعی کارهایی که در دنیا داشته بود ختم میگردند مگر سه چیز. بعد مردنش هم ثوابش میرسد. الا فی ثلاث: علم ینتفع به، علمی که فایده میبیارد بعد مرگ انسان. یعنی یک شاعر یا نویسنده بود که شعر درباره هدایت انسان یا نویسد یا یک کتاب نویس یا شاگردای گروه‌وردگی استادایم شاگرداشون که استاد میشن انشاءالله ثوابش استادا میرسد. من علمک حرفا فهو مولاک میگوین قول علی رضی الله عنه که کسی که یک حرف شما با آموخته باشد خواه دینی دنیوی و همچون مولا است توجه این داره شما گویا که خدمتگار باشید. انا دویم فرزند صالح که یدعو له، فرزند صالحی که دعا میکند بعد از مرگ پدر و مادر. هر یک نمازشان اللهم اغفر لی و لوالدی میگن مغفرت کن گناه من و پدر و مادرم گناهاشون، همین ثوابش میرسه. و صدقه جاریه است. این صدقه جاریه که حاضر من اقدامی نکردیم خداوند ترجم کرد گناه از مهاجرت ایستاده بچه ها بینی‌ها دستگیری کردن فرزندای ما برادرای ما اکای دادرای ما که من یک گروهی تشکیل کردم که همه از همین باخبر که حتی که چند سوم مبلغ گذاشت همون ترقیات این تکنیکی یک تم کنوپی زرکه تلفن ما میبینیم. برای همین صدقه جاریه که خداوند وعده های بسیار داده است. قبلا نستعيذ بالله مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. مثل صدقه جاریه صدقه‌ای که اهل ایمان میکنند و مانند یک دانه گندمی که بر خاک پاشیده میشه بود از این دانه 7 خوشه میبرد. در هر یک خوشه این در هر یک کوچه 100 دانه دارد. یک دانهش 700 برابر. همین خیلی زیاده میکنم که وعده داد از خداوند در قرآن عظیم الشان که این البته اجرش وعده الهی است. خدا اگر وعده دهد وعدهش به وفا کردن حرکت میکند. این وعده ای که خداوند وعده داده است. از این هم زیاده میکنم که خودی بنده های خبردار کرد که اقلا 700 و این هم زیاده به حساب. ما به خبر نباشیم. این دریایی که جاری کرد خداوند کوچه ما به آدما جستجو میکنن که کجا با خیر و صدقه کنم افتاد. همون به طرف نباشیم. یک چند عدد برادرای ما هستند که همه میدونند این همه دیسا سمونه ایگون کس کم نی. همین 1000 سامانی که میپرتایید این 1000 سامان این یک ضیافت هم نمیرسد. یک شخیزی تمام همون چیز. همون به نصیب نباشیم که این 1000 تا 700,000 گفته خداوند وعده داده است. برای همین تا با آخر رساندنی اسفل دور 3 روز مهلت های بی‌نهایت کم مونده است که از دیگر مملکت ها اومده آدما خیرات میکنن، قدوق ها میکشن، مسجد ها بنا میکنن. آسیای میانه مثال دیار مثال آسیای میانه که دولت های کمبغل بسیار مثال قدوق ها میکنن از خارج اومده میدونن که صدقه جاریه است که بعد مرگشان یاردم میدهد. چونایی که قول شاعر میگوید رفتم به سر قبر شهنشاه یمن او دست برآورد و کفن داد به من گفتا که از این سخاوتم عیب مکن از ملک جهان همین رسید است به من. همین تمام مال ملکی که ما جمع کردیم مانده میبروید. همین فرزنده ما یک دادوای میکند و ختمش کرد و چیلاش گذارد عیس میبروید. عیش رو میبرد با اینجا میراث تقسیم و فایده ای که ما بعد مرگ ما میرسد. ما روی قبرستان داد داده بچه ها کش کردن کش کردیم. همین اقدام نیکبر مبلغایی که روزهای به شمار مانده است سپردن کنه التماس میکنیم که باز در آخر خداوند گوینده شنونده عمل کننده گرداند. استاد دعا کنید. آمین. استاد دعا کنید. الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. حسبنا الله تعالی اولا همین امر معروفی حضرت
باید دل سنگشته مای اولا موم گرداند خدا دل ما وجه کنه. خدا میکنم اصحاب و ثمره که از همین مسئله گفتگیشان موعظه کردنشان برمی آید عهد همین قبرستان آمد که یکی از صحبتگاهشان استاد من است. حفظ پدر مادر اهل مجلس است. جمله گذشتگان اهل مومن روان پاکشان بخشیم. خداوند کریم پاک روی پاک پروردگارا روی گذشتگان ما از ما رضا گرداند. انا این اقدام منیت مایم برای خاطر انما چون اونها که حضرت اثر کرده از ما حضرت صوفی سید ایشان بابا یا اینکه ایشان بابای ما همین محله ما یا آباد کردن 500 سال و 250 سال پیش از این ما اکنون وارثان اونها وارثان شایسته باشیم و دوام دهنده کاری ما باشیم. تن ما صحت کند، سر ما امان کند. خداوند کریم انا همین روز مجلس ما با صاحب شدگی یک بنده کوچک معصومی خودش عمرش دراز کند، تنش صحت کند، سرش امان کند، قاری مرتب مولای مکمل گرداند، که فرمان برداری پدر و مادرش گرداند. خداوند کریم انا همین دسترخوان تشکیل کردگی برادری ما بختیار جان هفت پدر و مادری خدا هفت پدر و مادری حلالش خدا روحان پاکشون از همین روزه ثواب و ثمره محرم کنند. آمین یا رب العالمین. جزاک الله خیرا. بارک الله. السلام علیکم. أنا أولي أسباب جديد هي بلان boy ordumoy mavjud nemeti darasi kokare istoda mana boso kunoni diha mavlar jam kara asobo ogostaron rahmat mavjurobki boy daskeri kara و مسافه 2 کیلومتر و 2 کیلومتر روی من میشد با این رای قبرستان خدا فقط به انجام میرسونه و استقلالیت جمهوری تاجیکستان بر 35 سالگی استقلالیت ما سهم گذاشتیم که من جیهای آباد فرستادیم. السلام علیکم. خداوند آدم اوها دادم همتون یادمی همتون که من دستگیری کرده اسفالتم سر شد. من با این روز تشکیلی جنکومه پیشکتی هرکی جنما از گرانده شده و این بهانه چاو مزاری موره هرمادگرشه من اسفالت شده شده است همش یاردمی همین سهمگزارا مهاجرا ادار داره نزدیک افریقا موقتی من یاردمی خدا موقتی من دستگیری کردم موقتی کارما پیش رفته شده است با موبایلشون با این آخر دستگیری کسی هم آینده با آنچه با دوامیتی می‌شود نه نانتکری ادگرمی دستگیری کنیم که آینده با کارما ناز میشه آمدی مکتب و آمدی مکتب و این ناریگری این همش عزیز برای که اولی جنوبی اولی آمین دستگیری خودمو و با دیگه قشلاق خودمو دیگه شما داشت واسه قشلاق خودمو میشه ما دو یادم کساد بچه‌ها آره درست شده با یافتگیش 1000 شده با همین تونادگاه گوشه استادان دیگه کارش را میره شش کار استیانمون دیگه همتون رحمت کلام می یافتگی ها بسیار کرده ها یکش 1000 شود لی با سرش آسمان شده یافتگی من همینجا آمده توی سرب صرف کنیم همتون خدمت کرده آدم با همجا وقت با خدای لای پسرتیت با همتی تویش خالی سال دیگه با همه شبر گازه برسانده این یافتمو 2 برابر زاید کنی با 6 تا خورسانی کرده تنی جان همه ساخت کنند الله اکبر همتون به رحمت سلام علیکم رحمت